بحث اینترنتی هست که آیا تبریک کردن ماه مولود که به طرف بگوی ماه مولود مبارک باشد یا بگوی روز جمعه مبارک باشد، یا کسی اگر محفل آراست مثل این برادر که محمد نبی، آیا این بدعت می شود؟ این بحث ها بسیار شده است. اکنون روشنی اگر به اندازه همین است که بس گویی این است که در روز مخصوصی تولد رسول الله جشن گرفتن به معنی جشن زادروز، روزی تولد جشن گرفتن، بس روی همین است اختلاف که علما میگن این بدعت است چون صحابه جشن نگرفتن، خلفای راشدین روزی تولدشون جشن نگرفتن، امام اعظم نگرفتن، امام بخاری نگرفتن. از دعو و از رفتار و سنت های بزرگان دین نیست جشن گرفتنی روزی تولد پیامبر، دلیلشون هم همین. خب به هر حال یک مسئله دیگر هست، احتفال یعنی محفل آراستن، مجلس آراستن برای پیامبر. آیا ایشان بدعت است؟ فوتزور استحصال فرانسیای ای 8 تا 12 کیلو را خراب میکنه، هم برای مرد هم برای زن توصیه داده میشود. به حد دورو افکتیو نیای ای همه پاپولار نی برای خراب کردن ای مرحمت زنگ بزنه به همه شهرها دسترسی میکنه. بسیار شما میپرسیده برای کرم هست، هم برای آدم کلانسال هم برای کودکوما. مرحمت برادر است پرسین اره گینای با کدوم شهر را بگی روان میکنه با توریستان دسترسی میکنه. سلام علیکم برادرها بسیار شما برای ویکیلیگو میپرسیده. ویکیلیگو یعنی ما توریکو پیچیدگی میگیم، سفید وقتی پوست میشوه. دورو شما اگر کلمه در کار روشن پلیز واسه ایندیای ان شاء الله که به حد رسالت خوب نشون دادگی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. همین چیزی که در تاجیکستان عزیزی ما بود از این چندین سالها تا حال الحمدلله ادامه دارد. یک نفر اگر فرزندش جشن عروسی میکرد، مولود توی میکرد، میگفتن مولود. برای مادرش هم که خدایی میکرد میگفتن که مولود بخون. همین خیلی بود، شما شاهیدی. هر کاری خیری که میکرد یک داملا صحبت در باره رسول الله میکرد، یک قاری عزیز چند تا نعت میخواند و میشد مولود. اما این مولود نبود. اگر این ما مولود بگیم زادروز رسول الله درست نمی آمد، چون رسول الله در 12 فلان ماه تولد میشه، این مردک در تیر ماه جشن شد. 6 ماه فرق هم دارد، 5 ماه هم فرق دارد، 3 ماه هم فرق دارد. هیچ به زادروز و به ماه مولود هم درست نمی آمد. این بود همون احتفال مجلس برای رسول الله. یعنی چی؟ یعنی روزی که پدر گرامی دخترش را به خانه بخت میفرستاد، در همون روز کاری میکرد که صحبت از خدا و پیامبر در خانه داشته باشد. یک داملای عزیز می آمد نصیحت میکرد و میرفت. این هیچ اثر و آثاری از بدعت در این کار پیدا نمیشود، چون اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این کار میکردند. در کجایی که اصحاب پیامبر می نشستند چی محفلی داشتن نداشتن از پیامبر صحبت میکردن بعد وفاتش یا نمیکردن؟ اگر اصحاب رسول الله از پیامبر صحبت نمیکردن پس تابعین پیامبر رو از کجا شناختن؟ اگر تابعین از پیامبر در محفل هاشون
صحبت نمی کردن، تبع تابعین از کجا شناختن؟ اگر تبع تابعین صحبت نمی کردن، تبع تابعین از کجا شناختن؟ خلاصا ما از کجا شناختیم؟ این امانت پیامبر شناسی انمین محفل ها آمده در حضور 3 کس، در حضور 10 کس، در حضور 1000 کس، در حضور 500 نفر محفل ها، همون گونه که برادر قاری محترم اشاره کردن، اینا همه بهانه. اصل مطلب پیامبر شناسی است. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله خدا شناسی، محمد رسول الله پیامبر شناسی. خدا رو نشناسی مسلمان نیستی، پیامبر هم نشناسی مسلمان نیستی. برای همین برادران در حدود خانواده، در حدود خشتبار، در حدود دوستان، ما اگر این کار را تشکیل کنیم، هیچ اثر و آثاری از بدعت در این پیدا نمیشه، چی در ماه مولود چی در غیر ماه مولود. هر تشکیلی که میکنید چکار کنید؟ یا داملو بیاید، یا قاری محترم بیاید، زینت بدهد خانه شما را با سخنان پیامبر و تلاوت قرآن. انمی خودش میشه مولودش میگین، احتفالش میگین، مجلسش میگین. این اون مولودی که میگن اختلاف بدعت میگه، این اون نیست و در تاجیکستان اون نیست. این همین احتفال رسول الله هست و همین چیز سبب شد که مردم ما اینقدر پیامبر شناس شدن. برای همین برادران عزیز 3 چیزی مهم است: شناخت پیامبر، محبت پیامبر و عمل کردن به سخنان پیامبر. این 3 تا زنجیری هستند که با هم وابسته هستند، با هم چسبیده هستند، با هم متصل هستند. اگر یکی از اینها نباشد ایمان کامل نمی شود. محمد رسول الله که در قسمت ایمان است تکمیل نمی شود. برای هیچ انسانی در روی زمین نمی تواند پیامبر صلی الله علیه و سلم را صفتهای خوب و رفتار خوبش را کامل بگوید. حضرت عطار می‌فرماید او فصیح عالم و من لال او کی توانم داد شرح حال او. شاعری دیگر می‌فرماید و ما مدحت محمدا بقصیدتی بل مدحت قصیدتی بمحمد. من پیامبرم را به شعرم معرفی نکردم، پس شعر من از آنجا معرفی شد و من از آنجا مشهور شدم که در درون شعر من نام محمد است. بل مدحت قصیدتی بمحمد. یکی از شاعرای بزرگ گذشتن به نام حضرت سنایی که صاحب 4 کتاب تعریفش میکنه، میگه خود سنایی چو بس نکو گفته است، در معنا نگر که او سفته است. یعنی چی؟ میگه برادرم جناب سنایی چقدر صحبت خوب کرد. در معنا نگر که او سفته است. معنا را مانند در و مروارید ها پاشیده است. معنای سخن را استعاره و کنایه شعری است. چی گفته است؟ غمی دین خور که غم دین است، همه غم ها فروتر از این است. جناب سنایی میگه غمی دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان نیاسوده است. کدام شما مرد مردانگی گپ زنید از همین دنیا راضی هستید؟ صدفای فرزند از فرزند مستفید ترین شخص مجلس اگر از خاندانش بپرسیم میگن نه سر میجمونه. اگر از خانم بریم از کمپیرش بپرسیم میگن نه او هم تا دمارکه و دم خوبه حقورته او رو بین. این دنیا همین خیلی جا شد. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. امر معروف قطع شد، افسانه ها و انکدوت ها و صحبت های باطل و سخن های غافل
سرلوحه مجلس می شوند. برای همین برادران عزیز بحث این است: آیا زندگی به پیامبر می شود؟ آیا زندگی به پیامبر می شود؟ آیا امکان دارد جامعه های انسانی که امروز 9 میلیارد 10 میلیارد انسان ها در روی زمین زندگی دارند به پیامبر زندگی کنند؟ یا بحث علمی است. ولی بعضی از برادران میگن که ما در میان شما دنیا گم شدیم، باید که نمیدونیم چی کار کنیم. بعضی یک مسئله را یه نمود میگه، بعضی دیگر نمود میگه، ما نمیدونیم گپ کدام تا بگیریم. این گپ خطا است. در خداوند برای چی گوش داد؟ برای چشم داد؟ برای چی قلب داد؟ برای چی مغز داد؟ تو نتوانی در حیاتت فلان دام را از فلان دام را بشناسی. پس مسئول چی باید باشی؟ مرحمت حضرت داملو، شرح حالش معلوم، دیاگرافیش معلوم، علمش معلوم، سخنش معلوم. اون دیگرش هم همون. بعضی داملوها داریم حاجی سخن دارن در کانال اینترنت سخن میکنن. یه روز در مذهب میدونن، فقط در دیگه مذهب میدونن، آیا مذهب در اون مذهب میبرن؟ بینی شرح حالشون. شما هیچ دلیلی در پیش پروردگار ندارید که یک داملو یک چیز دیگر میدهید. از قرآن گفت، از سنت گفت، مترجم قرآن و سنت ما امام مذهب از امام مذهب گفت مذهبی هستی، تمام راه حل کردن، نان آوردن، شکستن، در دسترخوان در پیشت موندن، بگی بخور، کار حل کردن. هیچ فرفته کانال های بیگانه، تلویزیون های بیگانه. برادر من از حدیث حضرت عایشه فهمیدم که فلان کار کردن میشیده. ما میدونیم میشیده، اینی که مذهب چی میگه؟ این خیلی حدیث بوده که به این حال نمیشه کار. انتم الاطباء و نحن الصیادله. امامی همون حدیثات طرف امام حضرت ابو حنیفه گفت انتم الاطباء، شما دکتران، نحن الصیادله، ما دارو فروشیم. هر یک دارو فروش بگو همین دارو را در کجا استفاده کنم نمیفهمم، فقط میفروشم. و دکتر است که میگه در فلان جا این دارو استفاده نشود. پس برای همین برادران عزیز، پیامبران، جانشینان پیامبران کیا هستند؟ علمای برحق. کسی علما را دوست نمی‌دارد، پیامبران را دوست نمی‌دارد. کسی پیامبران را دوست نمی‌دارد، خدا را دوست نمی‌دارد. و کسی خدا را دوست نمی‌دارد، دین ندارد. و اما یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه. خدا میگه هر کسی بعد از آمدن محمد صلی الله علیه و سلم دیگر دینی را انتخاب کرد، هرگز من از او قبول نمیکنم. نه مسیحیشه، نه یهودیشه، نه دیگر ادیان باطلشه. همه باید به سوی رسول الله بیاید. یک مسیحی که تا 2 روز میگفت لا اله الا الله عیسی رسول الله، تمام دیگر نگوید، باید با افتخار بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله. یک یهودی که میگفت لا اله الا الله موسی رسول الله، بس کند بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله. هر دینی که باشد، چون دینی کامل، دینی اکمل، دینی که فرستنده این دین که خدا هست حکیم است و معلم و رواج دهنده این که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هست، او هم حکیم است. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. برادران عزیز،
حکمت 5 تعریف کردن در تفسیرات. همین جایی که و ما یوت الحکمه میآید تا 7 تفسیر هم شدگی. اما از همه تعریف بهتر که در قلب من جا گرفت همین تعریفش معقول شد که حکمت کاری که